وای من یارم نبود اینو. چرا ازم بدت میاد بابا رفتم بقالی کلباس ندو اینجا مثل کاروان سراز خاله قرار بود هدفون بیت بردن بیاره آلمان برام اون منو کامران الان منتظرم برم توی هتلشون. آقا گفتم که جناب آقای شرک چون که توی مولتیورس خفنیه برای ما ایرانی‌ها انقدر ازش میم میسازیم، خودم هم با یه استایل خیلی خفنی با مثلا اینو کلا که ربطی نداشت، ولی این خودش به یه مولتیورس اصل ها دست و خود تانوس من اینو در آوردن. چی فکر کردید؟ البته دیگه از دارم تو کلیپام جنبش در اومد اصلا. شرک و ما ایرانی خیلی بهش ارادت داریم. همون اوایل اصلا با کارتوناش همه حال میکردن، الان هم که با میماش همه حال میکنن. خودمون انیمیشناشو میسازیم تو ویدیوهای سمسازیمون، جای سپر خلسه میذاریمش. اگه دوست داشتید تا آخر ویدیو همراه من باشید که لذت ببرید. اگرم از ویدیو لذت بردید سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید تا ویدیوهای بعدی من از دست ندید و بتونید بیشتر منو ببینید. رفتت رفتم بقالی کلباس ندو اینجا مثل کاروان سراز خاله قرار بود هدفون بیت بردن بیاره آلمان برام شرک و دوستایش اومدم سراغه پلیس مخفی. دنیا پر از قشنگیه. وای شت چقدر این باحاله. پوریای ولی بزنیم بریم. وای خدا چالنتو. آقا من هرچی بیشتر نگاه میکنم جزئیات بیشتر توش پیدا میکنم، مثل تابلوی شیشه شرک اون پشت خیلی نوبه بسر خیلی باحاله. هوس باز نبودم، نامردی از دنیا دیدم. برو پی کار خودت بلای دست خودم میدم. برو پی کار خودت بلای دست خودم میدم. طاقت شنیدنه این حرفا تو من ندارم. خدا حافظ ای گلم. تا فاز نگرفتم بریم بعدی. آقا چند سال ساکن اینجا هستی؟ 34 سال 34 ساله 24 سال ساکن اینجا هستی. بعد چند ساله که با این دشواری دارید زندگی میکنید؟ دشواره؟ خیلی هم جای خوبی الان خوبه اینجا؟ یکی دشواره نداره اینجا. فورد هر چقدر میخوای به توهینات ادامه بده، به دقت بازی، به بی احترامیات ادامه بده، اما سجاد غریبی هیچ شانسی مقابل من نخواهی داشت. آقا کی میسازه اینا رو؟ تو روحتون خداییش. خیلی وقته که دیگه دلت واسم تینه خلصه من گل که دلت سینه افسان همه بایگان بیاشی همه پای با مایه نمیدیم پای کار واسه ما همش رایگان پس قل بده ادوقی قوطی ها رو تل بده چون که سپی نمیخواد تو رشت دروغ بود دیگه نه دیگه نه من نه تو دیگه میخوام اسم تو فراموش کنم بدیش تو خاموش کنم. نکن تو رو خدا. بله الان لخت میشد. من چرا آغاز سال 1401 چه سمسازی این؟ حاج آقا سلام. خسته نباشید. حاج آقا آرزوتون چیه؟ آرزو دارم که این چیز که این چکاشا داد دست ما، مشترات داد دست ما، گردانا داد دست ما که تو قبل بکشنش بیرون همین چرخا بکنم تو کوچه به کوچه دونه به دونه گوشه به گوشه میام من. آره گاز ورمه حاضری کسی که عاشقشی به خاطر پول خیلی زیاد ول کنی؟ نه پول خیلی زیاد؟ نه چرا پول خیلی زیاد باشه چرا
تو دیگه منو دوست نداری. سب کن برات توضیح بدم. این رابطه دیگه تموم شده است. موز دارم دارم پرتقال کیلو چند؟ سیب کیلو 20. با پراید. اینو دیده بودم. سلام علیکم ستاره. همچی دختری همچی پسری کی داره؟ خب پسر گلم اسم چیه؟ علی تو بلدی سوره قرآن یا شعر بخونی؟ نه شما اسم چیه؟ کرم. چی؟ کریم؟ آقا کریم شعر بلدی بخونی؟ یه شعر بخون؟ راستی یادن حاتمی غلام از زمان خاتمی یارم نبود سیم میکنه پول و پرش خانوم. اسم تو چیه؟ علی. فامیلیم با هم؟ نه برادره. برادری. خب شما اسم چیه؟ فنود. وای من یارم نبود اینو. چه کارایی رو خودت انجام میدی؟ مثلا میرم دستشوی خودم چون نه ماشین لباسی و خودت نه اشتباهه ای خدا لعنت کنه. عزیز محمدی با ما سیبیلای کت کلفت اینجوریش اومده اونجا 1 نوامبر. من یادم رفته بود کلا. نگاه کنید سیو و لایکش هم کردم اینو قبلا. من پس من میرم بای. سلام خوشگله خدمتتون باشین. بریم گم شین مزاحم نشین. این چیزه ما گم شین وگرنه چی شده میشم؟ هیچی این دو احمق مزاحم شدن. بیشون را بریم. بازی مرگم چیه؟ چطور به تو گی ندن؟ میخوای از خودشون بپرس. لوز شوخی نکن دیدی پرسیدم. سرکار بهت گفتم من چرا اینا رو از حفظم؟ اگه پوشش مناسب داشتی کار به اینجا نمیکشی. نمیدونم. شاید حق با تو باشد. پدرت همین دیروز مرد. پدرت مرد همین دیروز مرد. دیر گرفتم سکه کرد مرد. یعنی نمیرسه شکلی دلسوزی کنن. خبر پدرت مرد و اینجوری تو این استایل بهم میگه. آقا دیگه نداریم تموم شد دیگه نداریم. کو نیست خوب بد برد همشو. باید صبر کنیم ایشون هم مثل دوبلور گاداوار بیشتر کار بذارن که بیشتر ریاکت کنیم. آره خلاصه که اگه لذت بردید لایک و سابسکرایبتون نره. دوستتون دارم. ویدیوها رو تا تاش تماشا کنید لطفاً که واچ تایم بگیرم که اینجوری بیشتر ویدیوم ساجست بشه. عشق منید در کل آقا. دوست به یکتون خدا شاهده و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.